سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. تمرین 5 از تمرینات پایان فصل پودمان 1 رو در خدمتتون هستیم. شرکت تولید یزد این هم اطلاعاتشه. اولین چیزی که خواسته تنظیم کاردکس مواد به روش فایفو. خب اینو انجام میدیم. نگاه کنید 1.6 موجودی ابتدایی دوره 1000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 300 ریال. خب نگاه کنید، تاریخو میزنیم، شرحمون موجودیه، تو وارده و صادره کاری نداریم. توی موجودی مقدار 1000 تا 300 ریالی، 1000 ضرب در 300 هزار ریال. خطشو میکشیم میریم سمت مورد بعدی. خب دومی چیه؟ 6 خرید 1500 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 310 ریال به صورت نسیه مطابق قبض انبار شماره 17. خب نگاه کنه قسمت بعدی رو. توی شرحمون چی می نویسیم؟ توی تاریخ 6 شرح خرید نسیه شماره رسید 17 مقدارش 1500 واحد، بهای واحدش هم خودش گفته. این دو تا که جزء اطلاعات مسئله هست. 1500 ضرب در 310 بهای کلش میشه 465000. نگاه کنید روشمون فایفوه. توی قسمت موجودی باید به ترتیب بنویسیم، یعنی 1000 تا 300 ریالی رو بالا می نویسیم، این موجودی جدید و خرید جدید رو بهش اضافه میکنیم پایین، همینجور مرتب. 1500 ضرب در 310 بعد 1000 ضرب در 300 به اضافه 1500 ضرب در 310 هرچی شده اینجا می نویسیم. یا اینکه این کارو میکنیم زمانی که خرید داریم میتونیم بهای کل رو که داریم این بهای خرید جدید رو بهش اضافه کنیم، دیگه کارمون کمتر میشه. اینو با بهای کل جمع کنیم بازم همین میشه، اما توی صادره باید از هم کم کنیم، حالا بهتون میگم. پس این مورد دوم. خب بعدی رو نگاه کنید. خرید 8.6 خرید 1000 کیلوگرم از قرار هر کیلو 320 ریال به صورت نسیه مطابق قبض انبار شماره 17. خب اینجا رو نگاه کنید، تاریخش رو میزنیم 8.6 شرحش خرید نسیه هست، شماره رسید 17 مقدار 1000 تا 1000 واحد خریدیم 320 ریالی، 1000 ضرب در 320 ریال، بهای کلش تو قسمت وارده میشه 320000. پس یادتون باشه خریدار رو تو قسمت وارده می نویسیم. خب حالا توی موجودی چی کار میکنیم؟ نگاه کنید 1000 تا 300 ریالی از قبل داشتیم می نویسیم، 1500 تا 310 ریالی هم می نویسیم از قبل داشتیم. حالا این جدید رو بهش اضافه میکنیم پایینش. نگاه کنید 1000 تا 320 ریالی. بعدش بازم چون خرید داشتیم میتونیم مستقیم این بهای کل رو به اضافه این خرید بکنید 320,000 ریال، دیگه کارتون راحت تر میشه. بهای کل رو به دست بیارید. خب مورد بعدی رو ببینید. مورد بعدی 10.6 صدور 2500 کیلو به قسمت تولید مطابق حوالی انبار شماره 567. خب نگاه کنید 10.6 رو صدور به تولید داشتیم، صدورها رو تو قسمت صادره می نویسیم دیگه، درسته؟ 567 شماره حوالمه، کلن 2500 واحد بوده. حالا از اینجا مهم میشه. خب نگاه کن چه جوری برداریم. روشمون چیه؟ فایفو. چون روشمون فایفو به موجودی سطر قبلمون نگاه میکنیم. خب فایفو باید از بالا برداریم دیگه، درسته؟ بهش میگفتن چی؟ اولین صادره از اولین وارده، یعنی اونایی که اول اومدن اولم میرن، درسته؟ خب از بالا برمیداریم توی فایفو. میتونید برای خودتون نشونه قرار بدین، فلش بکشین، هر کاری میکنین. این دیگه نشونهای ذهنی خودتونه که یادتون نره. خب 2500 واحد از بالا برمیداریم، 1000 تا 300 ریالی. بچه چون این روشش فایفو هستا، اشتباه نکنید با روشای دیگه. اگر فایفو بود این کار میکنیم، 1500 تا رو از بالا برمیداریم. 1000 تا 300 ریالی اینجا دارم، صادره رو نگاه کنید، مقدار کل 2500، جزئیاشی 1000 تا 300 ریالی برداشتم. هنوز برای 2500 کم دارم، 2500 تا، درسته؟ بعد مورد دوم دقیقاً 1500 تا اینو برمیدارم، 1500 تا مبلغش 310 ریال. بعد 1000 ضرب در 300 میشه 300,000، 1500 ضرب در 300 میشه 465,000. جمع این دوتا میشه 765,000. بهای کل بهای تمام شده کل این 2500 صادرمون، واحد صادرمون. خب حالا نگاه کنید از این لیستمون، از این لیست بالاییمون. خب 1000 تاشو که اینجا برداشتیم، 1500 تاشو اینجا برداشتیم، چقدر میمونه؟ 1000 تا 320 ریالی از موجودیمون میمونه، درست شد؟ 1000 ضرب در 320 میشه 320,000 قسمت موجودیمون. بعد یه چیز دیگه، یه کار دیگه هم میشه کرد. زمانی که مثلا توی موجودیمون چند مورد داریم، اگر قاطی نمی کنید میتونید بهای کل رو
من توی صادره، زمانی که اتفاق جدیدتون صادره باشه میتونید بهای کل و منهای بهای کل موجودی رو منهای بهای کل صادره کنید، موجودی به دست بیاد. و اگر وارده داشتید میتونید بهای کل موجودی رو به اضافه بهای کل وارده کنید تا اینجا به دست بیاد، به جای اینکه 3 تا عدد رو در هم ضرب کنید بعد با هم جمع کنید. حالا اگه قاطی میکنید اشکالی نداره، همون روش خودتون. مثلا اینجا برای اینکه 1085 به دست بیارید 1,085,000 رو میتونید 1000 ضرب در 300 به اضافه 1500 ضرب در 310 به اضافه 1000 ضرب در 320 بکنید. این کار یه ذره طولانی، بهترین روشش اینه که نگاه میکنید موجودیتون که دارید. خب اگر وارده بود، عملیات بعدیمون موجودی رو به اضافه وارده میکنید، اینجا مینویسید. اگر صادره بود، موجودی رو منهای صادره میکنید و اینجا مینویسید. خب الان نگاه کنید، برای اینجا 1,085,000 منهای 765,000 کنیم، بازم این به دست میاد. البته خب این یک مورد راحت تر، این که 320,000 رو به دست بیاریم، اما اگه چند مورد کنار هم بود این روش خوبیه. خب بعدی رو نگاه کنید. 12/6 برگشت 500 کیلوگرم از مواد خریداری شده در تاریخ 8/6 به فروشنده. خب 12/6 رو ببینید، برگشت به فروشنده. بچه نگاه کنید، توی برگشت به فروشنده یه نشونه برای خودتون بذارید. مثلا بگین توی برگشت به فروشنده ما اصلا به قیمت اون صادره کاری نداریم، باهاش به قیمت وارده کاری نداریم، یعنی اون قیمتی که خریدیم کاری نداریم. برگشت به فروشنده یعنی چی؟ یعنی کالایی که ما از قبل خریده بودیم و برمیگردیم. درسته؟ وقتی می‌خریدیم چی ثبت می‌کردیم تو وارده، حالا که برمیگردونیم تو وارده به صورت منفی نشون میدیم. خب یکی دیگه از مورد برگشت به فروشنده اینه که قیمتش رو چیکار کنیم. توی برگشت به فروشنده ما اصلا به قیمت اون تاریخی که خریده بودیم کاری نداریم، فقط به سطر قبلش نگاه میکنیم، به موجودی نگاه میکنیم و باهاش مثل صادره برخورد میکنیم. حالا اینجا اتفاقا قیمتشون شبیه شده. حالا نگاه کنیم میگه برگشت چه تاریخی. خب توی مسئله گفته برگشت به فروشنده از خریدهای تاریخ 8/6. خب نگاه کنید، تاریخ 8/6 اینجا هست. ما در اصل به این اصلا کاری نداریم. توی برگشت به فروشنده به تاریخی که اون جنس رو خریدیم و قیمتش کاری نداریم. در روش فایفو چی کار میکنیم؟ برمیگردیم میریم توی سطر قبل نگاه میکنیم تو موجودی هامون چی داشتیم، انگاری میخواستیم چیزی رو بفروشیم. خب به قیمت اون نگاه میکنیم، این 320 رو از اینجا باید برداریم. خب 1000 تا 320 ریال که البته ما اینجا 1000 تاشو که نمیخوایم. نگاه کنید توی برگشت به فروشنده 500 تا میخواستیم، خب قیمتش رو از موجودی سطر قبل میگیریم، میشه 320 ریال. 500 ضرب در 320 میشه 160,000. حالا اینجا رو نگاه کنید، توی باقی ماندمون موجودیامون 1000 تا داشتیم، 500 تا برگشت به فروشنده دادیم، موجودیمون کم شد. بچه‌ها توی برگشت به فروشنده موجودیمون کم میشه، درسته؟ از موجودی که داشتیم 500 تاشو برگشت دادیم، 1000 تا 500 تا کم میشه 500 تا میمونه، قیمتش هم که همونه 500 ضرب در 320 این مبلغ به دست میاد. خب 15/6 رو نگاه کنید. خرید 2000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 340 ریال به صورت نسیه مطابق قبض انبار 17/19. خب خرید جدید اتفاق افتاده. اینجا رو نگاه کنید، تاریخش رو میزنیم 15/6. خب خرید نسیه، شما رسیدش هم 17/19، مقدارش 2000، بهایی داشت 340 ریال، ضرب هم بشن میشن بهای کل وارده هامون. خب میشه 680,000 ریال. حالا اینجا رو نگاه کنید، توی موجودی چه اتفاقی میفته. موجودی از قبل هر چی داشتیم می‌نویسیم، جدید به خاطر خریدمون جدید شده، اضافه شده، زیرش اضافه می‌کنیم 2340 ریالی و میتونیم مستقیم 160,000 رو به اضافه 600,000 کنیم و این عدد به دست میاد. خب بعدیش چیه؟ 27/6 برگشت 250 کیلوگرم از مواد صادره به انبار. بچه نگاه کنید، توی برگشت به انبار یه نشونه‌های ذهنی باید برای خودتون قرار بدین که با برگشت به فروشنده اشتباه نکنید. خب توی برگشت به انبار اتفاقا میریم به تاریخ صادرش نگاه میکنیم. خب نگاه میکنیم از چه تاریخی صادر کرده بودیم، مال چه تاریخیه که از انتهای لیستش برداریم. خب الان 27/6 رو نگاه کنید. خب 27/6 نگاه کنید، اون موقعی که از انبار فرستادیم توی خط تولید چی ثبت می‌کردیم؟ صادره. حالا که برگشته به انبار برعکسش میشه صادره به صورت منفی. اینجا توی کل 250 تا رو نشون میدم. حالا بهای واحدش رو چیکار میکنم؟ نگاه کنید توی متن مسئله باید نگاه کنیم برگشت به
انبار مال چه تاریخی بوده؟ مال 10/6 بوده. میریم تاریخ 10/6. خب نگاه میکنیم چقدر صدور داشتیم. از انتهای لیست برمیداریم. این قانون فایفو هست. خب از انتهای لیست برمیداریم قیمتشو 310 ریالی بوده دیگه، درسته؟ 250 واحد از انتهای لیست 310 ریال. البته نگاه کنید مثلا اگر اینجا 1500 تا نباشه، مثلا 100 تا فقط باشه، خب ما 100 تاشو از این باید بگیریم، بقیه‌شو از بالا باید بگیریم. ولی خب اگر تعداد کافی بود از پایین برمیداریم، از انتهای لیست برمیداریم. الان 250 تا از تو 1500 تا میشه برداشت. خب انتهای لیست و 310 ریال قیمتش رو میزنیم، 250 ضرب در 310 میشه بهای کل صادرمون که برگشت دادیم به انبار 77500. حالا نگاه کنید زمانی که کالای صادرمون به انبار برمیگرده موجودیمون اضافه میشه یا کم میشه؟ وقتی میاد تو انبار موجودیمون اضافه میشه، به خاطر همین میره رو میشینه. خب وقتی رو میشینه اون لیست قبلی که داشتیم 500 تا 320 تا 2000 تا 340 تا اینجا هست، این میاد رو، یعنی 250 تا 310 ریالی میاد بالا میشینه و اینجا جمع میشه. بچه نگاه کن، اینو ما یه مثالی برای بچه‌ها میزنیم. مثلا میگیم که اگر شما برای اینکه مثلا بچه‌ها به ذهنشون بسپارن که چرا از اینجا از آخرین لیست آخر برمی‌داریم، چرا رو میذاریم. نگاه کنیم مثلا اگر ما مهمون داشته باشیم و مثلا مامانمون از ما خواهش کنه که یه مثلا 2 تا بسته ماکارونی براش ببریم که غذا درست کنه، مثلا بسته اولو میبریم ماکارونی رو باز میکنه استفاده میکنه، بسته دوم همینجور، بسته سوم که میبریم براش مثلا نصفشو باز میکنه، نصفشو استفاده میکنه، بقیه‌شو مثلا به ما میده که ببریم سر جاش بذاریم. فرض میکنیم اونجا که سر جاش میذاریم انباره. خب پس اونایی که اول اومدن، فرض ما بر اینه که اول مصرف شدن دیگه، اون سومیه رو نصف بسته‌شو باید پس بذاریم تو انبار. خب اینم همینه، فرض ما بر اینه که اونایی که کالایی که اول رفتن مصرف شدن، این از انتهای لیست مونده که برگشت خورده اومده اینجا. بعد جالبه نگاه کن اون بسته‌های نصفه ماکارونی که می‌خوایم ببریم بذاریم سر جاش، میذاریم روی بسته‌های قبلی. خب برای اینکه زودتر این نصفه مصرف شه. اینم همین، اینایی که مورد دارن برمیگردن رو میذاریم روی لیست تا چون روشمون فایفو زودتر استفاده بشن توی خط تولیدمون. خب تاریخ بعدی رو نگاه کنید. 29/6 صدور 1000 کیلو به قیمت تولید به قسمت تولید مطابق حواله انبار. خب اینم قسمت آخر 1000 کیلو رو نگاه کنید. 29/6 صدور به تولید، اینم شماره حواله. تو قسمت صادره می نویسم 1000 تا. نگاه کنید اینم فایفو دیگه، از بالا برمی‌داریم. توی سطر قبل رو نگاه می‌کنیم، تو موجودی رو از بالا برمی‌داریم. 250 تا 310 ریالی برمی‌داریم. خب قیمتش هم می‌نویسیم 250 ضرب در 310، بهای جزش میشه 77500. خب هنوز بس شد نه دیگه، 1000 تا 250 تا شد تازه پیدا کردیم. بقیه‌اش از پایینی برمی‌داریم. 500 تا 320 ریالی، 500 ضرب در 320 میشه 160000. حالا نگاه کنید 250 تا از بالا برداشتیم، 500 تا از این تازه شد 750 تا. بازم 250 تا می‌خوایم تا 1000 تامون کافی بشه، درسته؟ میایم توی پس اولی انگاری خط خورده، دومی هم تموم شده. از قسمت سومش از این 2000 تا چند تا میخوایم؟ اینجا چند تا بود؟ 750 تا 250 تا میخوایم. 250 تا از این 2000 تا برمی‌داریم. میتونید توی دفترتون آروم با مداد یه کوچولو خط بزنید، مثلا 250 تا رو بهش بگین که 250 تا برداشتین، 1750 تا مونده. حالا هر جوری که خودتون میدونید. از این 2000 تا 250 تا برمی‌داریم، ضرب در 340، 250 ضرب در 340 این مقدار میشه. خب بعد این سه تا عدد رو جمع کنین میشه بهای کل صادرمون توی این قسمت. حالا نگاه کنید توی قسمت موجودی این 250 تایی که همشو برداشتیم، این 500 تایی هم که همشو برداشتیم، از این 2000 تایی 250 تاش اینجا برداشتیم، 1750 تا میمونه. اینم بهای واحد ضربشون میشه بهای کل. حالا یه چیز دیگه نگاه کنید، این مسئله رو که به اتمام رسوندیم آخرینشه. این 595,000 بهای تمام شده موجودی پایان دوره است. خب الان نگاه کنید توی قسمت وارده بهای کلا رو نگاه کنید، یه دونه منفی داریم، 3 تا مثبت. خب الان 465,000 به اضافه 320,000 منهای 160,000 به اضافه 680,000 اینو جمع میکنیم، اینجا مینویسیم میشه بهای تمام شده مواد وارده. خب توی قسمت صادره نگاه کنید بهای کلش این مقدار 765,000 رو توی ستون بهای کل هر چی که داریم 765,000 این که منفی منهای 77,500 به اضافه 322,500 میکنیم میشه بهای تمام شده مواد صادره. حالا نگاه کنید
یه امتحان سرانگشتی که از خودتون میتونید بگیرید، ببینید که حالت کلی کارت حسابتون میخونه اصلا. حالا مثلا تا 50% میتونید بگین که درست هست یا نه، مگر اینکه اشتباهاتی ریزی کرده باشین توی روش ها. میخوایم متوجه شین، توی قسمت موجودی رو نگاه کنید، فقط موجودی اول دوره بهای کلش 300,000. خب موجودی اول دوره به اضافه بهای کل صادره الان اینجا 300,000 به اضافه 1,350,000، ببخشید بهای کل وارده، موجودی اول دوره به اضافه بهای کل وارده که 1,350,000 منهای بهای کل صادره 1,10,000 باید بشه همین عدد 595,000. پس این موجودی بهای کل موجودی اول دوره به اضافه بهای تمام شده مواد وارده منهای بهای تمام شده مواد صادره اگر انجام بدید باید این به دست بیاد. اگر به دست اومد یعنی تا 50-60% مطمئن باشید که کارت حسابتون درسته، مگر اینکه اشتباهاتی ریزی تو این وسط ها کرده باشید. حساب و کتاب دات ملک شاه دنبال بفرمایید، انشالله با هم کارآمدی های بیشتری رو حل کنیم.